میگویند که استاد میرزا ترسونزاده به طبیعت خیلی میل زیاد داشتند، خاصتا به شناندن درختان. همین درخت انجیر محض با دست استاد ترسونزاده شنانده شده است که خوشبختانه تا حال میوه میدهد و از میوه های آن استفاده میبرند و میگویند که هر نفری که به نزد استاد ترسونزاده می آمد از آن که میدانست آن کس به شناندن درختان میل زیاد داشتند حتما با خود یک نهال درخت می آورد و شکل حولی نیست، همین گونه بود. این فواره از همون زمانی استاد ترسونزاده تا امروز باقی مانده است و این درخت خرما نیست با دست ایشان شنانده شده است که امروز خیلی مثلا بزرگ شده است و تا حال میوه میدهد. و قصه چهارمغز را بعدا در دوام برنامه برایتان نقل خواهیم کرد و استاد ترسونزاده مثلا وقتی که اینجا اینقدر طبیعت زیبا بود داشت، این گونه درختان زیاد داشت، می آمدند و همینجا می نشستند. اینجا می گفتند جای قبلا در تاریخ جای شاهنشین و در اینجا روزنامه می خوندند و حتما که با خود همون یک چاینک چای داشتند که همیشه چای کبود استعمال می‌کردند. این نوبت از آثارخانه قهرمان تاجیکستان شاعر زبردست و توانا ابر استاد میرزا ترسونزاده دیدن نمودیم. خانه استاد با همان ساخت و شکل اصلی خود باقی مانده است. میگویند که وقتی استاد میرزا ترسونزاده با جایزه استالین سرفراز میشوند با مبلغ آن جایزه در همین موضع زمین خریده به ساختن خانه زیبا و معاصر کمر میبندند. وقتی که این زمین رو خریداری میکنن میخوان که با یک شکل زیبا این خانه رو بنیاد کنن و با شکل طرح آلمانی این خانه رو به ساختن سپارش میدین، شروع میکنن و انا همین خانه خیلی که استاد سال 49 و انا همین هنگام تا همین مدت وقتی که خانه طرحریزی میکنن، خانه رو بنیاد میکنن، در همین خانه 20 سال زندگی به سر میبرن و در همین 20 سال آنها فرزندان رو بزرگ میکنند. اینجا چقدر شاهکاری ها انجام داده میشود. مثلا ببینید بیشتر آهنگ‌های زیادالله شهیدی مخصوصا اون آهنگایی که بسیار معروف است در اساسی همین شعرهای استاد ترسونزاده است. خانه ما انقدر هم دور نیست، که ستاره من فکر میکنم که همین همسایگی، همین نزدیک بودن با کار ایجادی یکدیگر بسیار مثلا مساعدت کرده است، بسیار کمک کرده است که کارهای یکدیگر رو مثلا سایقل دهند. بهترین است که انا همین ای دختری نازنین قدره سیبنده تو را لباس اطلس، این شعر بزرگ استاد ترسونزاده است که امروز ورد زبان ها هست و هر کسی که خوشش می آید از یگان دختری تاجیک که سیمای تاجیکانه دارد این شعر را ورد زبان می کند و در توی و در مراسم ها خوانده می شود. شعرهای استاد، سخنان استاد عقلم را برد خالی سیاه دل پاره کرد، مگر این مشهور نیست؟ در این خانه اگه چیز عوض شد از اشیا و از همون مثلا چیزای زندگی که استاد ترسونزاده داشتن. این خانه چراغان است و این خانه یگان تغییرات نکرده است. فقط مقامات شهر در این مدت چند سالی که و در سال 81 مقام آثارخانه را گرفت، آرایش های کسمتیکی به اصطلاح دادند و غیر از این پرده ها را عوض کردند، گلیم ها عوض شد، کندنسنیر ها گذاشته شد. پیانینا فعال است. استاد که موسیقی بلد نبودن ولی این پیانین را استاد باباجان غفورов در جشن زادروز فیروزبانو هدیه کردند و میدونید که همون هنگامی که در محیط خانواده زادروز فیروزه جان تجلیل کرده میشد، استاد باباجان غفورov در مسکو بودند و اطلاع میگیرند که در خانواده استاد ترسونزاده همه دوری هم آمدند و زادروز فیروزه جان را تجلیل کرده ایستادند. زود از اطلاع گرفتهشان رفته همین پیانین را خریداری میکنن، از خود مسکو میفرستند به فیروزه. خیلی مینوازند، همه هر باری که خیش و تباراشون می آیند
وقتی که در زادروز 6 سالگی این هدیه شده است و تا حاضر ببینید که همین خیلی ایستاده است، یک وی انتقوی همون اهل خانواده هست. اگر خویشاوندانشون بیان بعضن موسیقی می نوازن، یعنی آنها اهل خانواده از جهت وی موسیقی نوازی هم فعال هستند که بعضن شاید اینجا انا فیروزه خودش نواخته ایستاده است هنوز که کودک بود. و در این عکس من این خاطره هست که بیانگر این سخنهای ما میگردد. و اینجا البومی عکسای استاد است. خانم خیلی گرم. این خیلی وی است، بسیار یک چیزی جالب است، این گنجینه است. این در زمان خود استاد این عکس نه این بعد از آن که به موزه تبدیل داده شد ما صورت ها رو جمع آوری نمودیم و جمع آوری نمودیم. هر یک صورت یک تاریخی دارد و مثلا هر عکس با یادآوری. اینجا در مسکو فکر کنم در سیزد اتفاق نویسندگان که در این سیزد هایی که در اتفاق نویسندگان در مسکو برگزار میگردید حتما استاد ترسونزاده برآمدهای جالب انجام میدادند. من اینجا با پیانیرون ملاقات استاد که اینجا استاد باقی رحیمزاده هم هستند، اینجا استاد میرشکر هم هستند که اونها بسیار زود به ملاقات مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی میرفتند و شعرهای خود را از زبان اون خرد و بزرگی اون مکتب‌ها گوش میکردند و همین خیلی شده است که پیانیرون استاد را در همون منبر بلند گذاشته به گردنش گالستوک پیانیری بستند که وای گالستوک تا حال در قسمت ادبی ما محفوظ است. حالی شما میتوانید اون گالستوک رو ببینید که این از جریان ملاقات استاد با پیانیرون. هر اشیا در این خانه تاریخی خاصه خود را دارد. خانه استاد ترسونزاده همیشه پر از مهمان بود. شخصیت‌های معتبر جهان مهمان میرزا ترسونزاده میگشتند. اینجا مهمون خانه بود. بله. و اینجا همون ظرف‌های نگه داشته می شود که در زمان خود استاد از آن استفاده می‌کردند. ولی این قصه عجیب دارد. این ظرف‌ها بسیار قصه عجیب دارد. وقتی که سال 1958 در تاجیکستان 1100 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی تجلیل کرده می شود، از تمام دنیا مهمانان به تاجیکستان تشریف آوردند. از گولند، از هلند، افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان، عموما از تمام مناطق دنیا. و همین هنگام ترسونزاده استاد میرزا ترسونزاده همراه همسرشون مشورت انجام میدهند که ما حتما این مهمان ها رو به خانه همون دعوت نماییم. این بسیار لحظه موافق است، این بسیار حالتایی است که ما صحبت های عجیب انجام میدیم، حتما آنها رو پذیرایی میکنیم در خانه. و بابت ظرف ها انا همون لحظه گفت و گذار می شود، سپارش میدهند. انا این ظرف ها عنوانی به اصطلاح مدان ندارند که امروز هم معمول است و وقتی خانه دار شوی بسیاری ها در همون زمان خیلی گران بود، تا حاضر از مد نرفته است و بسیار ارزش عالی دارد. و وقتی که این ظرف ها رو میگیرند فرمایش میتین از خارجه میارند برای استاد و در جشن اولین مهمانانی که حاضر نامبر کردیم از کشورهای گوناگون دنیا، اونها پس ان همین میز نشسته از این ظرف ها خوراک نوش جان کردند. عجیب این است که در خانه استاد ترسونزاده بیشتر با تحفه ها روبرو میشویم و فکر میکنم به نهایت یک نفر شخصیتی برآمد، یک نفر شخصیتی بسیار شناخته که بودند، فکر میکنم در همه سفرهایشان همراهشان تحفه می آوردند. همین باعث شد که همین تحفه های زیاد بودن استاد باعث شد که مقامات شهر بعد از آن سال 1977 تا سال 1981 تحقیق بردن، طرح‌ریزی کردند و اون بنای قسمت 5 عبارت از 5 قسم را ساختند که تحفه ها جابجا شوند در قسمت ادبی. فکر میکنم از مسکو درخواست شده بود. بله و همین همین میبل هایی که شما میبینید، این میز گرد و این کرسی ها و این جیوان ها همه به اصطلاح همون کامپلکت هستند که از چوب مخصوص ساخته شدن و صفت عالی دارند.
هر نفری که امروز اگر به دیدن هم بیاین میگوین این از کجا بود امروز باشد که ما هم برای خانه خود فرمایش دهیم. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. فکر کنم مکتوب ها و بسته های گوناگون این چیزا که اینا از نظر گذرانده شده اینجا جابجا شده اند. اگر ببینیم چی هست. انا قسمتی پایان اگر ببینید اونجا با چیزهای جالبتری دیگر است. اینها از وی گذرانده شده اینجا ماندن که برای تحقیق اون نفرانی که از اشعار استاد روززاده تحقیق میکنن اینها خیلی سنت‌های مهم و درکاری هستند و موادهایی هستند که به جان برابرند. میگویند که بیشتر داستان‌های استاد میرزا ترسونزاده محض در همین خانه ایجاد شده است، خاصتاً در این اتاق. میگویند اینجا اتاق کاری استاد ترسونزاده بود. بله، اینجا اتاق کاری استاد ترسونزاده است. این جیوان کتاب‌هایشان است که استاد از این کتاب‌ها استفاده می‌بردند و در حیات هر روزه‌شان از اینها معنا و مضمون می‌گرفت. میز کاریشان است؟ میز کاریشان است، همون انتظاریه که در چراغ ابدی نوشته‌اند، انتظاری داشتند که پسرشان پرویز به دنیا بیاید. همین داستان را به همین مضمون نوشتند و انتظاری دیگرشان آن بود که استاد صدرالدین عینی از بخارا بیاید. شبی که تا سحر بیدار بودم، مشوش تنگدل ناچار بودم. این داستانی که شما میبینید این دستخط اولین جان شیرین است که استاد بالای این باز کار کرده بود، دیگر شکل گرفت. جالب این است که استاد ترسونزاده با خط فارسی می‌نوشتند. اون کس در 5 سالگی به مکتب کهنه رفتند و خط فارسی که ایجاد می‌کردند. داستان‌هایشان، شعرهایشان با خط فارسی ایجاد شده است. دوستان عزیز، این اولین دستخط داستان جان شیرین است و با خط فارسی نوشته شده است. مصرع اولش چنین شروع می‌شود: جان شیرین اینقدر جنگم مکن، بازگشتم از سفر جنگم مکن. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. امروز در شکل امروزه جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. این شکل اولش، این شکل اولش در نتیجه مثلا بسیار کار کردن بعد شکل اول تغییر می‌یابد، تحریر می‌خورد و این شکل اول است. واقعا دیگرگونه است که برای محققان، برای اون نفرانی که با اشعار استاد ترسونزاده سر و کار میگیرن، واقعا یک سرچشمه خیلی مهمه. و اینجا کتابایی هست که فکر میکنم با دستخط مؤلفان به استاد توفه شده است. بله، این جیوانی هست که فقط با دستخط، با سایه دست‌های مخصوص به استاد تقدیم شده است. هر نفری که از اهل ایجاد بودند کتابشون نشر میشد، البته نزد استاد آورده با سایه دست تقدیم میکردند. هم شاگردان، هم استادان، هم شخصیت‌هایی که ادیبان نمایان بزرگ اتحاد شوروی از آذربایجان، از مسکو، از تمام شاعران دستخط‌های خود را پیشنهاد کردن با این استاد. کتابی استاد صدرالدین عینی است، وصفی و خلاصه بدیع الوقایع. فکر میکنم سال 1956 به تب رسیده است با دستخط کمال عینی. بله. پسر استاد صدرالدین عینی 16 ماه 3 57 با دامولای محترم میرزا ترسونزاده توفه دوستانه کرده شد. همین گونه. همین گونه از جلال اکرامی هم هست، از ساتیم اولوغزاده و دیگرها هست که برای همین شاگردان زبردست که استاد میرزا ترسونزاده راهبری اتفاقی نویسندگان رو به عهده داشتن و دستگیری به نهایت خوب به این استادان زبردست میکردن. میگویند که به شیوه لباسپوشی استاد میرزا ترسونزاده اکثر جوانان آن وقت تقلید میکردند. پس همین گونه جزدان‌های استاد استفاده می‌بردن و فکر می‌کنم که به سفرها رفتن حتما این یک قصه بسیار جالب هم دارد. من وقتی که بابت پرتفیل شما به دستتان گرفتید، من یک خاطره بسیار عجیب در ذهنم آمد. وقتی که ما به آثارخانه در خوجند بوده استاد رفتیم، در آنجا ما همین خیلی شیفانی رو کشوده لباس پیراهن عروسی صباحت بانو را اونجا دیدیم که انا همون از متای ادرس و اطلسی که امروز معمول است یک نقش عجیب دارد که امروز از اون استفاده تقلید کرده همون خیلی شکل متا لباس تهیه میکنن، تیار میکنن. این
استحصالی میکنند که به مثل همون مانند است و بسیار یک شکل زیبا دارد. وقتی که اونجا رحیم جلیل در حیات استاد میرزا ترسونزاده بسیار نقش مهم دارند، بسیار هم نقش مهم دارند. وقتی که اون کس دارالمعلمین تاشکند را استاد ترسونزاده انجام میدهند و در کمسمالی تاجیکستان، روزنامه کمسمالی تاجیکستان یک مدت فعالیت میکنند. سپس بعد اون کس به خوجند میروند، تئاتر دراماوی کمال خوجندی که نو تأسیس داده شده بود به حیث رهبر به خوجند می روند و اونجا بسیار پشت و پناه همراه رفیقشان رحیم جلیل بودند. در وقتی که اون کس به تئاتر خوجند به کار می روند با رحیم جلیل و همون همکارانی در تئاتر فعالیت می کرده با هم سر یک میز گرد می شینند. این هنگام رحیم جلیل از صباحت بانو که کارمند تئاتر بودند، از اهل اشراف زادگان بودند، خانمی استاد میرزا ترسونزاده، از همون صباحت بانو خواستگاری میکنند. همین لحظه از صباحت بانو خواستگاری میکنند و استاد ترسونزاده یک سر بالا میکنند و به سخنان رحیم جلیل ابراز میدارند که آخر من یک بی پدر بی مادر و یک نفری هستم که خانه حتی ندارم. انا چخیل این صباحت بانو این لطف و مرحمتی ما را قبول میکرده باشند. یک پرتفیل دارم و یک کلاه دارم، باقی من دیگر چیزی دیگر ندارم. همین هنگام باز صباحت بانو سر بالا میکنند و از همون دوری نشستشان و جواب میدهند که شما یک شخص نجیب هستید، شما یک شاعر هستید، شما یک انسانی زبردست هستید، شما یک بزرگ هستید که سری ایجاد و سری قلم کار میبرید. به خاطر همین این بزرگی و منزلت خود را نادیده نگیرید. از همین لطف و مرحمت ها اونها عهد و پیمان میکنند و با همین زندگی بنیاد میکنند و میبینند در همین خانه 20 سال زندگی به سر بردند. فکر میکنم که میگونه جزدان ها امروز نیست و با این صفت و با این شکل و با این همه زیبایی پیدا کردن خیلی سخت است. حجره‌ای که برای فرزندان استاد جدا شده بود امروز در آن تحفه ها نگاه داشته می شوند. وقتی که در اینجا قبلا بچه ها زندگی میکردن، خانه کودکا بود. بعد از دیرتر وقتی که اونها بزرگ میشوند مسعود جان رو خانه دار میکنند و این خانه رو به مقصود تقدیم میکنند که اولین نبیره استاد ترسونزاده دختری مسعود جان همینجا به دنیا آمده است و این خانه بعداً به خانه مسعود جان تبدیل داده شد و اینجا خانه دار شدند. اولین نبیره شون در همین خانه به دنیا آمده است. امروز باشد، امروز این خانه نام تحفه ها را گرفته است. از بس که تحفه های استاد از حد زیاد شدند، بسیار زیاد شدند، این کتاب ها زیاد شدند. به خاطر همین این حجره را همین اشیاهای هدیه های استاد، تصویرهای استاد گذاشته شد. و در هر خانه مثلا با همین گونه تربه ها، گونه قبرها روبرو میشویم. برای چی بود؟ این پیچ است. این همونی که با شکل گرمانی چخلی که گفتم این آلمانی ساخته شده بود و انا همین خیلی شکل از قدیم در همون زمان آتش میگیراندن از یک جا و چند خانه دیگر گرم میشد و فیروزه یک مرتبه وقتی که اومدن قصه کردن دخترشون که وقتی که همین لخه های پیچ بسیار فروزان میشد و در همین آتش علنگه میزد، کم کم یک لخه زیبا میشد. مادرمون سیخ‌های ششلیک رو تیار میکردن و بالای اون لخه ها برای ما ششلیک آماده میکردن. اما باشد دوری همین پیچ نشسته انتظار میشدیم که ششلیک های مادر آماده شود و نوش جان کنیم. این یک لحظه ها از حیاتی که اونها از سر گذراندند و از همین یادرس میشوند. میگویند که از سبب زیاد بودن اشیا و تحفه های استاد میرزا ترسونزاده تصمیم گرفته شد در قسمت دیگری حواله ایشان تالار دیگری ساخته شود. بسیار عجیب است که در داخل خانه مثلا درخت است. این از آن درک میدهد که این درخت خود استاد ترسونزاده شینانده. بله. و وقتی که این بنا رو طرحش را میکشیدن، میخواستند که از همین عبارت از 5 قسم اینا بنیاد کنند، سری این درخت بسیار بحث و مناظره ها شد
باید این قسمتی که قسمتی دوران کودکی استاد بود، لحظه های کودکی استاد، بسیار عکس ها و صورت ها و کتاب ها و اشیاء که زیاد بودن، ندانستن چیکار کنن و به خاطر آن که این درخت را استاد خودشان شناندند و در همون هنگامی که اینجا کار میرفت، جریان ساختمانی میرفت، این درخت چهارمغز همین خیلی چهارمغز میدهد که همه رو از چهارمغز همین خیلی تامین میکند. ایده پیدا میشود که به همین شکل این درخت رو همین خیلی گذارند که آسیب نرسد و این درخت دست پروری خود استاد است که تا امروز حاصل میدهد. یک بیت را شاعر میگوید و از حرف آخری سطر دوم بیت باید کسی دیگر شروع کند و کسی که نیافت بیت را ملزم می شود و یعنی بای می کرد بیرون کرده می شود. اکنون ما امروز همه هیچ کس را اینجا نمی خواهیم بیرون کنیم. ولو شیدای تو اینجوری حیرانی من، اینجوری حیرانی من ولو شیدای تو وقتی خوش میدمد نسیم بهار مژده آرد جانبی گلزار. روزی که فلک خواند مرا نام بلاوی، میخواست که من مایل ابروی تو باشم. میگویند که امروزها هم هواداران استاد میرزا ترسونزاده از گوشه و کنار دنیا به این آثارخانه میآیند و با محبت از او یاد میکنند. گفتید که یک زمان به همین آثارخانه نبیره سنین آمد. بله نبیره سنین آمده بودن. ما وقتی که صحبت انجام میدادیم، همین گرد و اطرافی آثارخانه دور میزدیم، همین هنگام حالتهای رخ داد که من پاره از اشعار ترسونزاده را قرائت نمودم. غمزه‌ای که دلبری تناز کرد، شاعران را بنده در شیراز کرد. همین خیلی مفتون شده یاد آوردن که این بینید که چه مطابقتی انا همون نازکی و لطافت شعر یسینین و شعر ترسونزاده چقدر زیبایی میدهد، چقدر هر دو بسیار آفرنده زیبایی هستند که در کلامشان بهترین بسیار معجزه های کلام زیبا را آفریده اند. این شاگردها اینجا چی کار میکنن؟ اینها این شاگردانی هستند که درباره ترسونزاده میخواهند تحقیق ببرند. وقتی که ما همین وابسته به مسئله های علمی که جوانان باید سفربر کرده شوند، چگونه که امروزها فروغ علم هست و فروغ سوپی دانایی هست و ما البته همین شاگردانی ترسونزاده خان، آنهایی که میخواهند درباره ترسونزاده تحقیق ببرند، آنهایی که میخواهند بسیارتر درباره ترسونزاده کار ببرند، اینها رو ما جلب نمودیم و اینو هم به زبان روسی هم به زبان انگلیسی با زبانهای گوناگون بسیار صحبت‌های جالب اطراف اشعار ترسونزاده، اطراف این آثارخانه صحبت‌ها انجام می‌دهند. خب شما از اشعار ترسونزاده میتونید برای ما شعرهای لیریکی‌شان را قرائت کنید؟ غمزه‌ای که دلبری تناز کرد، شاعران را بنده در شیراز کرد. خال هندو ملک دنیا را گرفت، هم سمرقند و بخارا را گرفت. ما که از شیرازیان کم نیستیم، در سخاوت کم بغل هم نیستیم. هرچی خواهد یار انعامش کنیم، جان و دل را صدقه نامش کنیم. آفرین بهترین. ای کشور فتح و ظفر، امیدی اولادی بشر، شد دشمنت زیر و زبر، آزاد گشتی از خطر. گل کن به بختی ما وطن، مثل گلستان و چمن. شما چی تحقیق میبرید؟ من چی ها رو جستجو میکنید؟ از اینجا چی مواد ها رو پیدا کردید؟ بابت موضوعهای در کاری تحقیق میبریم، پژوهش میبریم. در اینجا حالا ما به آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده آمده کمی موادی در کاری من، یعنی که کتاب استاد با زبان انگلیسی My Age and My Day و من لازم اومد. من حالا در اینجا اومده کتابی لازمه خود را دسترس نمودم.
میگویند که استاد میرزا ترسونزاده همچون مبارز و ترغیبگر صلح در راه مستحکم گردانیدن صلح و دوستی مملکت‌های غرب و شرق خدمت‌های بی‌نظیر کرده است و معرفگر ملت تاجیک در عرصه جهان بوده است.